سلام به همه دوستان عزیزی که کانال منو فالو دارن. من نیره دولت‌آبادی هستم. میخوام این ویدیو مربوط به یک ویدیو معرفی باشه برای اول پیجم. من تازه شروع به کار کردم توی یوتیوب و خیلی خوشحال میشم که منو سابسکرایب کنید، به دوستاتون معرفی کنید. برای معرفی اولیه، من 30 سالم هست و لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه حکیم سبزواری دارم و فوق لیسانس مهندسی عمران شاخه محیط زیست از دانشگاه صنعتی شاهرود دارم و به تازگی آزمون اجرای نظام مهندسی رو قبول شدم و حدود 8 سال هست که با شرکت بهینسازه همکاری دارم توی سبزوار و چندین ساله که ما نمایندگی آبادگران رو داریم و در 6 ماه اخیر من به عنوان اینفلوئنسر آبادگران در بهینسازه فعالیت میکنم. فیلد کاری ما تو شرکت بهینسازه بیشتر در مورد مقاوم سازی سازه ها و آببندی سازه ها و افزودنی های بتون. بعد آبادگران هم صنایع شیمی ساختمان آبادگران رو اگر بشناسید ترین پکیج محصولات صنعت ساختمان رو داره و من توی کانالم قراره که یکی به یکی این محصولات و نحوه استفاده و کاربردشون رو اینجا توضیح بدم. همچنین هر چیزی که تو این زمینه بود، تو زمینه مهندسی عمران و صنعت مقاوم سازی سازه و ایجاد سازه های مقاوم و آببند، هر نکته به ذهنم برسه میگم بهتون. من خیلی تازه کارم، هنوز استرس دارم برای اولین ویدیو. به هم کمک کنید، بازخورد بدین، کامنت بذارید، نظراتتون رو بگین. دوست دارم که منم جزئی از جمع شما هستم، اطلاعاتم از شما شاید کمتر باشه توی زمینه‌های و توی زمینه‌های بیشتر. خوشحال میشم با هم دیگه اطلاعاتمون رو شیر کنیم تا بعد از چند ماه که از این کانال گذشت ما اطلاعاتمون همه در مورد صنعت ساختمان و ایجاد یک سازه مقاوم بیشتر بشه. ایجاد یک سازه بتونی مقاوم، ایجاد یک سازه فلزی مقاوم که بعداً نیاز به مقاوم سازی و بازسازی پیدا نکنه. چون همونجور که میدونید خیلی از سازه‌هایی که تو کشور ما ایجاد میشه، از سازه‌های بتونی و فلزی گرفته، همون اول کار اشتباه اجرا میشه، همون اول کار بتونش نامرغوبه، جوش‌هاش مشکل داره و به مرور زمان شاید هزینه‌های چندین برابری کارفرماها باید برای اصلاح اینا بدن. چه خوبه که از همون اول یه بتون خوب رو اجرا کنیم. تو این زمینه بازم میگم من کوچیک شما، اگر آیه دکتری، خانم مهندسی اومدن تو کانال من یک نکته‌ای گفتن که خب مثلا خانم مهندس شما دارید تو این زمینه اشتباه میگین، اطلاعاتتون تکمیل نیست، خوشحال میشم برام کامنت بذارین. من هیچ تعصبی در مورد این موضوعات ندارم. خودم هم سرچ میکنم، سعی میکنم طبق استانداردهای به روز دنیا مطالب رو بگم و قبلش کاملا بررسی کرده باشم و تست کرده باشم که خدای نکرده اطلاعات غلطی بهتون ندم. اما این امکان وجود نداره که من 100% همه چیز رو بتونم دقیق و عالی پیش ببرم. میدونم شروع کردن یک کاری در این مدت برای یوتیوب خیلی سخته و خودم هم راستش الان استرس دارم، ولی خوشحال میشم بیاین توی کانالم. برای اینکه حالا فضای خشک و رسمی هم بعضی وقتا کم بشه، سعی میکنم مطالب دیگه‌ای که بلدم از چیزای دیگه باهاتون شیر کنم یا از شما سوال بپرسم و شما بیاین برای من شیر کنید. همین دیگه فعلا برای ویدیوی اول. مرسی که گوش دادید.